بسم الله الرحمن الرحیم. سنتی بود در گذشته که آقای مهندس سیدی که بنیانگذار انجمن بودن، این سنت رو ایشون گذاشتن. ما سه شنبه‌های آخر هر ماه دور هم جمع می شدیم و با هم می شستیم، یه درد دلی می کردیم، مسائل رو مطرح می کردیم و در این حال مشکلاتی که داشتیم به انجمن منعکس می کردیم. این سنت رو ما دوباره زنده کردیم و از همه شما دعوت کردیم تشریف بیارید. از اینکه قدم رنجه کردید و تشریف آوردید ما تشکر. امیدواریم که در نشست‌های بعدی این سنت رو ما زنده نگه داریم و تعداد بیشتری شرکت بکنیم. در این مدتی که هیئت مدیره جدید تشکیل شد، یه اقداماتی شده که به صورت گزارش ما خدمت شما برسونیم. هیئت مدیره قبلی ریاستش رو آقای مهندس صدیق‌پناه داشتن. ایشون خیلی زحمت کشیدن، اقدامات موثری انجام دادن. اینی که ما از جمع درخواست میکنیم به افتخارشون کف بزنن. تشکر کنیم به خاطر زحمات ایشون. نکاتی ما به استظهارتون برسونیم این است که بزرگترین مشکل ما قارچکارا مسئله بازارمون بود. برای اینکه مسئله بازار رو حل کنیم از همکارا خواستیم که در این زمینه صندوقی تشکیل بشه، وجوهی واریز بشه. متاسفانه استقبال نشد. از تولید کنندگان کامپوست عمده این درخواست رو کردیم، صندوقی تشکیل شد. این صندوق نتیجهش تثبیت بازار قارچ بود که جناب مهندس سیدی رو بعد از اینکه گزارش من به استظهارتون رسید از ایشون خواهش میکنیم که یه به اصطلاح گزارشی از اقداماتی که هیئت امنا انجام داده در جهت تثبیت بازار قارچ و تبلیغات اینها به اطلاعاتون برسون. یکی از کارهای عمده‌ای که انجام شد این بود که پروانه هایی که صادر میشد قبلا، این پروانه ها توسط نظام مهندسی صادر میشد و پروانه ها توسط نظام مهندسی هم تمدید میشد. ما برای اینکه در این حال هم اشراف داشته باشیم به مسائل روز قارچ، هم اطلاع رسانی بهتری بکنیم، به کمک وزارتخونه دستورالعملی تهیه شد و در این دستورالعمل بایستی هر پروانه که تمدید میشه بایستی پروندهش فرستاده بشه انجمن با کارشناسش به اضافه کارشناس نظام مهندسی از واحد بازدید و نسبت به تمدید پروانه اقدام بکنن. این موضوع اجرایی شده. جلسه آخری که با نظام مهندسی ما داشتیم بحث سر این شد که ما نمایندگانی رو معرفی بکنیم در شهرستان و نمایندگان رو هم معرفی کردیم. حکم لازم هم صادر شد. بنابراین این مسئله هم اجرایی شده. چه طرح توسعه چه طرح تأسیس بایستی توسط نمایندگان انجمن بررسی بشه، بعد از اظهار نظر نهایی نسبت به صدور مجوز اقدام بشه. همین باعث میشه که همکارا یه توجه بیشتری به انجمن داشته باشن و با این خونه خودشون ارتباط بهتری داشته باشن. نکته‌ای که قبل از که مطالب بعدی رو عرض کنم این است که هیئت مدیره جدید تصمیم گرفت که یه دبیر با سابقه تری انتخاب بکنیم. خب آقای مهندس عظیمی زحمت کشید در این مدت، در توان خودش خیلی کمک کرد و خیلی اقدامات رو برای انجمن انجام داد، ولی انتظار همکارا و هیئت مدیره بیش از این. بنابراین گشتیم به کمک همکارا. یه دوست با سابقه‌ای که از مدیران وزارت جهاد کشاورزی بود، سوابق درخشانی هم داشت، ازشون خواهش کردیم با ما همکاری داشته باشن. آقای مهندس سیدپور هستن که من خواهش کنم آقای مهندس بلند شن و ایشون این افتخار رو ما دادن. به افتخار ایشون دست بزنید. به دنبال این مسائل ما جلسات مختلفی در وزارتخونه داشتیم. این جلساتی که داشتیم یکی از خواسته های ما 3 سال پیش این بود که یه مرکز تحقیقاتی رو اندازی بکنیم. این مرکز تحقیقات در زمینه قارچ تحقیق بکنیم. وزارتخونه از ما خواست مرکز و به مرکز تحقیقات تاکید کرد. اونها از ما یه سری ملزومات خواستن. باز در زمینه تهیه ملزومات
دست کمک رو به صورت هیئت امنا دراز کردیم. هیئت امنا 50 میلیون تومان کمک کرد. بر اساس اولویت بندی که شده بود آقای مهندس زحمت کشیدن، اون تجهیزات که مورد نیاز بود اینا رو خریداری کردن و در اختیار این مرکز تحقیقات قرار داد. مرکز تحقیقات قارچ حدود 3 ماه پیش افتتاح شد. قرار شد یادداشت تفاهمی در این مورد تهیه بشه که تکلیف انجمن و تکلیف هیئت تحقیقات روشن بشه. این هیئت تحقیقات اولین نشستش رو در دسفول انجام داد. به اصطلاح پذیرایی آقای مهندس اسلامی زاده ایشون محبت کردن، اونجا پذیرایی کردن از اعضا و اولین نشست رو اونجا داشتیم. یادداشت تفاهم امضا شد و نتیجه این شده است که کمیته‌های مختلفی تشکیل میشه. در این کمیته‌ها همکارای محقق ما که محقق داریم از واحدهای مختلف، اینها هم به اصطلاح حضور موثر خواهند داشت و تعدادی از این به اصطلاح واحدهای تحقیقی ریاستش رو همکارای ما دارن، تعدادش رو هم ریاستش رو از مرکز تحقیقات خواهند داشت. بنابراین درخواستمون از همکارای این است که به عنوان محقق اون مرکز تحقیقات رو باش همکاری داشته باشن. اگر دستاورد جدیدی دارن یا احتمالاً مشکلی دارن در زمینه قارچ، اینو منعکس کنن مرکز تحقیقات که روی این زمینه کار بکنه. اینجا از آقای مهندس اسلامی زاده به تشکر کنیم به خاطر پذیرایی و محبت کنید دست بزنید به استفاده. از کنم که اقدام دیگری که شد که اقدام خیلی مفیدی بود به دنبال این مسائل مربوط به قارچ‌های سمی که خسارت عمده‌ای به همه ما زد و ما رو تا مرز ورشکستگی برد جلو، ابتکار عملی رو آقای مهندس جناقی به کار بستن و پیشنهاد کردن یه هولوگرامی تهیه بشه توسط انجمن. این هولوگرام نصب بشه روی بسته‌های قارچ که این بسته‌های قارچ که واحدهای پرورشی به طور سالم با رعایت اصول بهداشت و اصول مهندسی تولید میکنن، با قارچ‌هایی که از جنگل‌ها جمع‌آوری میشه و شناسنامه‌ای نداره و نامشخصه، بنابراین تمیز داده بشه. هولوگرام تهیه شد، تعداد 1 میلیون به همت ایشون تهیه شد و توزیع شد. درخواستمون از کلیه اعضای این است که ثبت نام بکنن برای دوره بعد، چون وزارتخونه از ما این مسئله رو میخواد و جالبتر اینه که رسانه‌های گروهی مراجعه میکنن به انجمن، میگن که شما این مسئله هولوگرام رو که بحث کردید چرا روی بسته‌هاتون نیست و ما میخوایم این رو رسانه‌ایش کنیم، اعلام بکنیم به کلیه مصرف کنندگان قارچ که حتما قارچ سالم رو با هولوگرام انجمن و از اعضای انجمن خریداری کنن. برای ما درخواستمون این است که آقایون زحمت بیشتر ثبت نام بکنن در این زمینه تا ما بتوانیم اقدام موثرتری بکنیم و انشاءالله دیگه بهار ناخوشایند امسال رو در سال آینده نداشته باشیم. در این زمینه هم ما یه نامه‌ای نوشتیم، توی از مدیر مطرح شد، آقای مهندس سیدی هم نقطه نظراتی داشتن، اینو ملحوظ کردیم و اعلان کردیم به سازمان جنگل‌ها و مراتع که در ورودی این مراتع و گردشگاه‌ها یه پلاک‌های رو نصب کنن، هزینه‌اش هم انجمن میده، از کمک واحد تبلیغات میکنه. در صورت در این زمینه این اقدام رو کردیم. امیدواریم که با استقبالی که شما خواهید کرد ما بتوانیم قارچ رو شناسنامه دار بکنیم و یه اطمینانی به مصرف کننده بدیم که قارچ سالم رو از اعضای انجمن خریداری بکنیم. موضوع بعدی مسئله این مشکلاتی است که برای ما به وجود اومد در اثر نافروش موندن قارچ به دنبال اخبار مربوط به مسمومیت عده از هموطنان. یه تفسیری ماده 33 قانون برنامه ششم داره که اونجا به صراحت اعلان کرده که واحدهای کشاورزی خسارت دیده می توانند با یک کمیته بحرانی که در هر شهرستان تشکیل میشه به ریاست فرماندار، رئیس جهاد شهرستان
و می‌بخشید کلمه شهریار به کار. رئیس جهاد شهرستان به اضافه رئیس بانک مربوطه. این کمیته بحران اگه تشخیص بده که این در واقع واحد تولیدی به دلیل حوادث غیر مترقبه که برای ما غیر مترقبه بوده بایستی بدهیشون استعمال بشه 1 تا 3 سال و جرایمشون بخشوده بشه و سودش رو هم دولت پرداخت. ما این انجمن پیگیر این قضیه بود. اخیراً یک گروه کاری تشکیل شده زیر مجموعه از دولت. اعلان کردن که این خسارت تا 8 میلیون بیشتر قابل پرداخت نیست. این تصمیم است غیر قانونی. برای ما از همکاران درخواستمون این است، ما مکاتبات لازم رو کردیم، درخواست میکنن که رؤسای جهات تو شهرستان‌ها گروه کاری رو تشکیل بدن و از این مافیات برخوردار بشن. مسئله دیگری که داشتیم اون مسئله جلسه‌ای بود که ما نظام مهندسی داشتیم به دنبال بخشنامه‌ای که معاونت محترم باغبانی وزارت جهاد کشاورزی انجام داده بود در خصوص صدور پروانه‌های تأسیس و مجوزهای بهره برداری و تمدید به کمک انجمن. دنبال این نظام مهندسی سری خواسته هم از ما داشت. خواسته ها این بود که ما کلاس آموزش بذاریم براش. ما توضیح دادیم، گفتیم کلاس‌های آموزش رو در 3 کلاس در 3 طبقه براشون خواهیم گذاشت. یک برای گروه مشاورین، یک برای گروه کارشناسان فنی، یک هم برای کسانی که ما سرمایه گذاری بکنن. اینا اطلاعات عمومی راجع به اقتصادی بودن طرح یا نبودنش قرار شد این کلاس‌ها رو بذاریم. نظام مهندسی فعلا 35 نفر رو به صورت پایلوت از استان تهران و استان البرز معرفی کرده که آقای منصورپور برنامه‌های آموزشیش رو گذاشتن و عنقریب در مورد احداث در مورد به اصطلاح آموزش اولین دوره کارشناسان فنی اقدام خواهد شد. نکته بعدی که هست این است که میدونید که در وضعیت موجود کم کم تولید قارچ و مسائل بنایی هم زمانبره، هم مسائل مربوط به کاولیو درش خیلی مهمه. ما بازی از شرکت ماموت داشتیم. شرکت ماموت تولید کننده انواع ساندویچ پنل ها هست با پوشش زینک آلوی، آلیاژ روی و فوم پلیورتان که ضربه‌گیر و مقاومه. هر 10 سانتش میتونه به اندازه 90 سانت مسئله بنایی برای ما ایزولاسیون، ضریب ایزولاسیون داشته باشه. بنابراین ما مذاکراتی انجام دادیم، یادداشت تفاهمی تهیه شده که عنقریب امضا میشه که هر کدوم از همکارا رو ما معرفی کنیم با تخفیف لازم و دادن تسهیلات در مورد نوسازی واحدها یا احتمالاً احداث واحد جدید با همکاری ماموت انجام خواهند. عرض کنم که مورد دیگه که ما داشتیم، مورد بزرگ ما الان همیشه چالشمون بازاره. در زمینه بازار مسائل داخلی رو آقای معصیدی توضیح خواهند داد، زحماتی که از امنا کشیده. و در زمینه صادرات ما مسئله داریم. ما تولیدمون الان هممون با ظرفیت ناقص کار میکنیم. اگر با ظرفیت کامل کار کنیم من فکر میکنم با همین پتانسیل موجود ما ظرفیت تولید 200,000 تن قارچ رو در وضع موجود داریم. یه مدتی ما دچار سرکوب ارزی بودیم. سرکوب ارزی باعث میشد که ما نتوانیم در بازار جهانی رقابت بکنیم. ولی حالا که نرخ ارز یه مقدار به نرخ واقعی نزدیکتر شده، این شرایط برای صادرات فراهم شد. بر اساس اطلاعاتی که ما از گمرک گرفتیم، کلیه کشورهای همسایه ما از ما قارچ میخرن. روزانه یه چیزی حدود 15 تا 20 تن قارچ به عراق میره و کشورهای حوزه خلیج فارس خرید دارن. فقط ترکیه از ما خرید نمیکنه. بنابراین این مسئله واقعی شدن نرخ ارز باعث شده که ما بتوانیم در بازار جهانی حالا بتونیم رقابت بکنیم و محصولمون بفروشیم. خوش در این زمینه 2-3 مسئله ما داریم. یکی از مسائل اون مسائل حمل و نقل، مسائل مربوط به گمرک هست. عرض کنم که مسائل مربوط به نقل انتقال پلیس. ما یه نشستی در اتاق داشتیم، اتاق بازرگانی درخواست کردیم در این زمینه نشستی داشته باشیم. اطلاعاتمون دادیم، قرار شد کمیته تشکیل بشه
مرکب از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در اتاق، نماینده اتاق به اضافه نماینده سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی و بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی که در این زمینه و وزارت خارجه، این مسائل رو بررسی بکنیم، مشکلات مربوط به صادراتمون رو هموار بکنیم. برای من قابل قبول نیست که یه مصرف کننده عراقی تابستون اصلا قارچ نخوره. این نمیشه. این به این دلیل به نظر من مشکل پیش میاد که قارچی که عرضه میشه به دلیل بدی عرضه و حمل و نقل نابجا و جابجایی قارچ کیفیتش از دست میده، به دست مصرف کننده نهایی در تابستون که میره دیگه قابلیت مصرف نداره، بنابراین مصرف کننده نمیخره. بنابراین در این زمینه ما داریم کار میکنیم. یه نمایشگاهی اخیراً در عراق هست 24 تا 25. به اعتقاد من دعوت میکنم یه هیئتی حتما به این برن تو این نمایشگاه شرکت کنن، نزدیک ما بریم مسائل رو ببینیم تا بتونیم در این زمینه ببینیم که چه مشکلاتی هست که ما فقط در 4 ماه مثلا زمان سرد فصول سال میتونیم قارچمون رو بفروشیم، در فصول دیگه نمیتونیم. این به نظر من نیاز به بررسی داره و درخواستمون این است که در این زمینه اقدامی رو بشه. این خواهش رو من تکرار میکنم که حتما شرکت کنیم. بازار بسیار خوبی که ما داریم بازار روسیه است. روسیه بازار بسیار خوبی. آمارهای مختلفی هست. مثلا یه آماری که من دیدم از فاو، مصرف سالانه قارچ روسیه 450,000 تن، یعنی 3 برابر تولید ما. حالا این ما بتوانیم کاری بکنیم که یه چیزی 10 الی 15% بازار روسیه رو داشته باشیم، تمام مسائلمون حله. در این زمینه لازمش این است که انجمن حرکتی رو انجام بده به کمک اتاق، ما بررسی بکنیم ببینیم که مشکلاتمون در این زمینه چی هست که بتونیم این قضیه رو حلش کنیم. در این زمینه نکته که من باید عرض کنم این است که متوسط قیمت فوب جهانی قارچ حدود $2.5. اون موقع سرکوب ارزی بود $2.5 شد 7,500 تومان. الان که دلار 12,000 تومان میشه 30,000 تومان. بنابراین شرایط طوری است که ما میتوانیم قارچمون صادر کنیم. حالا در زمینه ماندگاری قارچ، مسائل حمل و نقل، اینا رو باید صحبت کنیم. دهه 70 آقای منصوری یا چون هست قارچ‌های قدیمی دیگه، حالا بعد منصوری هستن اینجوری، ایشون خاطرشون هست یه صادر کننده‌ای بود به اسم آقای نوری. این یه به اصطلاح کانتینر سیار سرخونه دار داشت، میومد تو واحدهای قارچ میخوابید، قارچ رو میخرید صادر میکرد به اروپا. علت چی بود؟ اون موقع دولت هزینه حمل رو سوبسید میداد. الان ما بررسی کردیم هزینه حمل و نقل هوایی یه چیزی حدود 70 تا $1. اگر دولت در این زمینه با ما مساعدت کنه در زمینه حمل و نقل، ما میتوانیم در بازار اروپا هم حضور داشته باشیم. جهت استحضار همکاران باید عرض کنم امسال در تابستان یک محموله صادرات به فرانسه داشتیم. عرض کنم که در زمینه تبلیغات من اینو میذارم به عهده آقای منصوری چون هیئت امنا داره زحمتش میکشه. عرض کنم که در زمینه کارهای دیگه که انجام شده، این مسئله اعضاست. انجمن به موجب اساسنامه برای تک تک اعضا یه پروانه عضویت صادر میکنه، تو واحداشون میزنن که توی هیئت مدیره امروز بحث شد، و یه کارت عضویت صادر میکنه هر کدوم از اعضا داشته باشن. این 2 کار رو داریم انجام میدیم. سومی که ما خواهشمون اینه، حالا در این مورد از آقای صدیق پناه من صحبت کردم، خواهش کردم که صحبت کنن، چراغ انجمن به کمک شما روشن میشه. اگر این انجمن رو حمایت کنین، انجمن میتونه برای شما کار کنه. اگر حمایت نکنید، اون وقت همینطور که با چراغ خاموش در این چند سال حرکت کردیم دوباره چاره‌ای جز این نداره. بنابراین خواستم این است که آقایون حق عضویتشون رو پرداخت کنن. اولین کسی هم که میده من بدیم موافقم رو میده.